سلام رفقا، چطورید؟ من هستم توریچم، هستم به چنل من خوش اومدید و خوش اومدید به یه ویدیو دیگه، یه ویدیو جدید. امروز میخوایم بریم سراغ صحنه هایی که توسط دوربینای مداربسته ضبط شدن. این صحنه میتونه همه چی باشه، ویدیوی جذاب. بدون هیچ معطلی میریم سراغ ویدیو. برای یادتون نره که اگه دوست داشتید حتما دکمه لایکو بزنید، حتما یه چیزی تو کامنت بنویسید که بازدیدتون نپره و اگر چنل سابسکرایب نداری حتما چنل رو سابسکرایب کن، دکمه قرمز زنگو بزن که رنگش عوض بشه و اون زنگوله هم فرار کن، هر موقع که ویدیو میذارم با خبر بشی. بدون هیچ معطلی میریم سراغ ادامه ویدیو. برو بریم. خب صحنه اول از پمپ بنزینه. اوه اومدن دزدی کنن. یارو شیلنگ بنزین گرفت روی روی دزدا. فقط یه کبریت کم بود اونجا با یه فندک. اوه این دستگاه چیزه؟ این آبپاچه. دزدگیر درست کرده بود. چی آورده؟ اوه چه شیشه مزخرفی بود. خب اصلا یارو حواسش نیست بابا. خنگ سرت از گوشی بیار بیرون، زنت مرد. گفت دیو اوکی، گفت یه. چقدر بیشور. پاش اونو نجات بده، مرد. یه بار دیگه ببینین پیک بستر تحویل آورد. دید اونجا یه علامته، گذاشت رو علامته کاشت و اینکه این بازیکن شوتو زد. یا خدا دیگه یکی کرد فلا رو، 10 تا رو دیگه با هم یکی کرد. اوه از این ماره یه چیزه. نه مار واقعیه، من فکرم مار الکیه. یه بار دیگه نکنین. نکن مار میفته دست و پاش. وای چه فراری هم میکنه. مست و پاتیل، همه مست، حالا همه خوب. یا خدا خیلی خوبه الان، حالش خیلی خوبه. اوه توی سرعت توی اتوبوس پرتاب شد. آهوه بیچاره. وای بخواد بره بیرون. وای اونو بفرستش بیرون، مگه همه جا خراب میکنه. خب خسته نباشید واقعا. به چه سگای خوشگلی. ای جان در باز میکنه، بستر تحویل میگیره. اوه بنازم. از این سگا میخوام بچه ها، خیلی خوباله. دایمه تو در یا خود حاجی ترمز نداشتی؟ I love you dad, I love you too. جان چی گفت؟ I love you dad, I love you too but not as. alright thank you. گفت پدر دوست دارم. من گفت من دوست دارم. گفتش که نه بیشتر از مامانی. من گفت باشه درست. ممنونم. از اون دوربینا بود که صدا ضبط می‌کردن. خب داداش ماشین تو ببین رفتش. داداش ماشین رو بگیر. داداش ماشین رفت. بای کن با ماشین. خدا نگهدار عزیزم. دره بود. ماشین دیگه پیداش نشد. خانواده سری سفره. وو چه شانسی آورد بچه.
همیشه استرس همین پنکه سقفی بود، مخصوصا تو کلاس درس. یعنی کل نفهمیدن درسم بابت این پنکه سقفی بود. این میچرخید، ما همش داشتیم نگاه میکردیم که آقا نکنیم بیفته رو سرمون دیگه، ما تیکه پاره کنه، گردنمون رو بزنه قطع کنه، از اون خون بچه که رو دیوار. اصلا تصورات وحشتناک این پنکه سقفی بود. یعنی کابوس روزایی که ما درس میخونیم پنکه سقفی بود. هر ثانیه داشتیم به این لحظه فکر می‌کردیم که نکنه اون در بیاد اینجوری بچرخه بخور توی سرمون. They didn't expect this to happen. رفتن شبونه قبرستون، صدای جیغ میاد، زدم فرار. واقعا فرار داره تو قبرستون، شب تاریک. اره رو کرد تو شلوارش، چجوری جا شد. اوه اصلا فکر اینم نبودی که دوربین مداربسته تو اون فروشگاه هست. آدم بدشانس به این میگن ها. یعنی توپه رو زد، توپه پرید خورد به اونجاش. چه دردی هم داره میکشه. اوه مرد. خب احتمالاً پستچیه ده بسته تحویل میده. آها چه قشنگ، از جون و دل ماهی میزنیم پستچیه. البته پستچیه اونا بیا داداش، شاید اون کامپیوتری، سیستمی، کیسی، چیزی بوده اصلا کلا دیگه اون دیگه چیز نمیشه دیگه اون دیگه واسهش جنس نمیشه هرچی بود. قشنگ پرس شد با موتور تو پله برقی. کی اصلا اجازه داده؟ آها مامورام دنبالشن. خرس اومده داخل شهر. چیکار میکنه این آقا؟ چه باله. خب کیفش میفته پایین. نه تو رو خدا نه وای امان از دست این سگا. چیکار کنه؟ بستنی میخواست باز کنه، افتاد زمین. اوه تمیزش کرده، حرکت رو ببینی یه بار دیگه تو رو خدا. بگو چه تمیز میکنه. قشنگ خوب بلده کاره. چه قشنگ تمیز میکنه واسش. بعد میخوره. دید دوربین اونجا انداخت پایین. خود چی منم میاد گردنتو میگیرن اون کار انجام دادی. خب چی شد الان؟ چی برو؟ فکر کنم جیبشو زد. چه قشنگ نگاه ملی هم به دوربین کرد. نگاه کن تو رو خود نکن. چه قشنگ نگاه قشنگ میکنه. قشنگ میاد کیفشو میزنه. آها قشنگ توی دوربین هم ثبت شده. اینا کن. فکر کن شب میاد تو سوپرمارکت خرید کنی یه خرس اونجا داره وسایلا رو میخوره. یا خدا دزدیه. نه وای اسب ول شده. برو اینوری تا له نشدی. خب دیگه خودتو راحت کن از اول. این دوربین من بسته نیست. اوه خدا ترکید صندلیش. البته لیز خورد. خاک تو سره. سیستم قطع احتمالا سیستم. من میگم این ساختگی. این میمش هم همه جا پخش شده. میگم این ساختگی ولی پودکر از کجا آورد؟ پودکر از کجا آورد آخه؟ مگه میشه؟ خب یهو کف استخره یه واحد پایینی بود، یعنی همون انباریه بود، یعنی همون چیزه بود. یهو استخره اومد پایین، کلن اومد رو همون چیز دیگه، اومد رو پارکینگ دیگه، زیرش پارکینگ، زیر استخره یعنی پارکینگ بود، یعنی کف استخره اومد پایین
کلا همه خراب شد رو پارکینگه. جان خب آسانسوره. نه دختر هم دیگه لب گرفتن. شت حالا چرا تو آسانسور هم دیگه رو بوسیدن؟ اینا کن اصلا چپم نمیشه، همونجا داره میره. آی پسچی بسته رو آورده درسیده، حالا میترسه. چرا اون بالا چیکار میکنه الان؟ تو اومده بالا دید سگه میخواد بگیرتش. سگه ده پارس مرد گوشیتو بردار گوشیتو بردار. الان اون نرده کنده میشه. الان با اون نرده چوب میفته پایین. بیا کمکش کن. خانم با کمالات اومده خرید کنه از سوپرمارکت. حالت خوبه؟ حالت خیلی خوبه. اوه پیچونده بود. واه شیشه رو پیچونده بود. از شما بعید بود. اوه فکر کن توی فست فود داره کار میکنی، با غذای مشتری هم ببری، دیرم شده میدوی میخوری دیگه، همه چی خراب میشه کلا. اوه چه حرکتی شتی بود. بچه‌ها مرسی که تا اینجا ویدیو تماشا کردید. اینم از صحنه‌ها و لحظاتی که توسط دوربینا و دوربینای مداربسته ضبط شده بود. اگه دوست داشتید حتما دکمه لایک رو بزنید و اگه نظری دارید که میدونم دارید تو کامنت بنویسید. و اگه چنل سابسکرایب نکردید اون چنل سابسکرایب کن که بشیم زودتر 500 تایی و ویدیوهای بال و خفن‌تری بذارم من. تا ویدیو بعدی بوس به همتون. پیس.